نوشیدن آب رو در کوهنوردی و طبیعتگردی بسیار جدی بگیرید. نوشیدن آب باید به صورت جرعه و در طول مسیر باشه. به خودتون تشنگی ندید. حتی خیالتون باشه که خیلی از اون مواقعی که احساس تشنگی ندارید بدن شما به آب نیاز داره، چون به واسطه فعالیتی که داشته آب از دست داده و ظرف آب شما باید در دسترس باشه و اینطور نباشه که اگر بخواید قمقمه آبتون رو بردارید باید وایسید کل کولتون رو بذارید پایین و قمقمه رو بیارید و حالا نصفش رو سر بکشید. نه، آب باید در دسترس باشه و جرعه در طول مسیر فارغ از احساس تشنگی آب بنوشید. مخصوصا توی فصل زمستان که احساس آتش بسیار کمه و شما فکر میکنید که بدنتون به آب نیاز نداره. موفق و پیروز باشید.